سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. داخل این ویدیو قراره یکی از مهمترین موضوعهای شبکه به نام رید صحبت بکنیم. یه دونه اتاق سرور رو تصور بکنید که داخل این اتاق کلی سرور فیزیکی وجود داره. داخل هر کدوم از این سرورها میتونه کلی هارد دیسک قرار داشته باشه. حالا تصور بکنید که یکی از این هاردهای ما یا اصلا چند تا از این هاردهای ما ممکنه بسوزن، ممکنه داون بشن. اطلاعاتشون کجا میره؟ چه اتفاقی برای اون دیتا که داخل اون هارد وجود داشته میفته؟ با توجه به این عکس، همونطور که میبینید این یه سروره، این یک سروره و این ردیف ها همون هارد های ما هستن. رنگ قرمزی که روی این هارد ها میبینید به معنی هات پلاگ بودن اون هاست. یعنی اینکه اگه سرور روشنه ما میتونیم در حالی که سرور روشنه هارد رو جدا بکنیم و واردش بکنیم. به صورت کشویی وارد میشه و خارج میشه. خیلی ساده، اصلا نیست که سرور رو خاموش بکنیم یا حالا هرچی. فکر کنید که این هارد ما، اینی که الان دارم به روش نشون میدم بهتون، این هارد ما هر لحظه ممکنه که بسوزه یا اتفاقی براش بیفته. دیتاهاش کجا میره؟ خب ما به عنوان مدیر شبکه باید تونسته باشیم مکانیزمی رو انداخته باشیم که دیتاهای اون هارد در اون فاصله زمانی که اون هارد سوخته یا هر اتفاقی براش افتاده، در فاصله که در اون هارد تعمیر میشه یا یه هارد جدید به سرور ما اضافه میشه و جایگزین میشه، دیتاهای ما تونسته باشن خودشونو اصلا سیو کرده باشن، یه جایی ذخیره شده باشن که وقتی هارد جدید وارد شد یا هارد تعمیر شد و وارد سرور شد، دیتا ها برگردن و همه چی به روال قبل برگرده. یا اگه این هارد سوخت، دیتاهاش فرستاده بشن به یه هارد دیگه، مثلا به هارد زیرش، و تا موقعی که اون هارد ما تعمیر میشه یا هارد جدید گذاشته میشه، دیتاهای ما داخل این سرور قرار داشته باشه، داخل این هارد قرار داشته باشه تا مشکلی پیش نیاد. خب ما باید از مکانیزم رید استفاده بکنیم. مکانیزم رید Redundant Array of Independent Disks، مخففش میشه رید. بریم ببینیم این رید چیه. رید میتونه مدل های مختلفی داشته باشه، میتونه سافت‌ور باشه، میتونه هاردور باشه. رید ما به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، باید یه چیزی باشه که بتونه اون رید ما رو کنترل بکنه. چی مثلا؟ میتونه اون کنترلر ما سافت‌ور باشه، میتونه یک نرم افزار یا میتونه یک سخت افزار، هاردور میتونه باشه. سافت‌ور یعنی اینکه ویندوز ما میتونه اون رید ما رو کنترل بکنه. اگه ما پیکربندی روی هارد هامون انجام دادیم، اون رید کنترلره که میتونه اون پیکربندی ها رو مدیریت یا کنترل بکنه، بتونه تشخیص بده که الان من باید چی کار بکنم. اگه یکی از هاردها سوخت، من الان باید چه کار انجام بدم؟ قراره های اویلیبیلیتی داشته باشم یا نه قراره دیتا رو فقط سیو بکنم تا موقعی که هارد جدید که اومد من دیتا رو دوباره وارد هارد جدید بکنم. سافت‌ور این مدیریت با ویندوز میفته، یعنی همه این کار رو ویندوز و حالا ترد پارتی های خاصی میتونن انجام بدن. زیاد توصیه نمیشه، به نظر خودم سافت‌ور زیاد نمیتونه توصیه بشه توی محیط های بزرگ، تو دیتا سنترهای بزرگ میتونه خیلی خطرناک باشه و زیاد نمیشه تضمینی داشت روی اینکه اطلاعات شما و رید شما به درستی بتونه کار کنه، چون اگه ویندوز شما روزی اگر به مشکل بخوره، خب رید شما هم از بین میره. رید شما از بین بره، دیتا هاتون میتونن صدمه ببینن. اما هاردور یعنی رید کنترلر، میشه گفت یه ذره هزینه‌اش بالاتره، ولی خب بهترین رید کنترلر میتونه باشه توی کل دنیا و توی دنیای آیتی. خب چون که یه دونه تراشه است، دقیقاً همینطوریه، طبق همین شکلی که می‌بینی شبیه کارت شبکه میمونه. واقعاً اوکیه یه رید کنترلر که درون کیس شما که نه، درون سرور شما قرار میگیره و ریداتون رو کنترل میکنه. دقیقاً همون کاری که توی سافت‌ور گفتم، کلاً کنترلره دیگه، تمام پیکربندی که انجام دادید رو براتون کنترل میکنه. پس ما فعلاً با همین کار داریم، با همین هاردور رید کار داریم، چون گزینه بهتریه برای اینکه بتونه رید ما رو کنترل بکنه. حالا بریم ببینیم که این رید ما میتونه تایپ های مختلفی داشته باشه. ما رید 0 داریم، رید 1 داریم، رید 5 داریم، رید 6 داریم. اینا بازم رید داریم، رید 2 داریم، 3 داریم، 7 داریم حتی. ولی این رید ها میشه گفت دیگه رید هایی هستن که دارن استفاده میشن. من از رید 2 الان استفاده ای نمیشه، از رید 3 استفاده ای نمیشه، ولی از این ریت ها همین الانش هم هنوز داره استفاده میشه و جزو مرسوم ترین ریت هایی هستن که ما نیازه که بلدشون باشیم. بریم ببینیم که هر کدوم چی کار میکنن. رید 0 این شکلی که شما حداقل به 2 تا دیسک
نیاز دارید، به 2 تا هارد دیسک نیاز دارید و شما تصور بکنید که یه دیتا داره از این بالا میاد. دیتاتون که داره وارد میشه میاد دیتای شما رو خورد میکنه. رید 0 دیتاتون رو خورد میکنه، دیتاتون رو نصف میکنه. نصف دیتا رو میریزه این دیسک، نصف دیتا رو میریزه این یکی دیسک. از لحاظ پرفورمنس، از لحاظ کیفیت بهترینه، چون سرعت به شدت میره بالا و برای کسی که میگه که من فقط میخوام هاردام سرعتش بره بالا، سرعت ریدم میخوام بالا باشه، اصلا ریداندنسی برام مهم نیست، اصلا اون بکاپه برام مهم نیست، یکی از هاردهای من داون بشه خب یکی هاردم دیگه بلا استفاده میمونه، چون دیتاها نصف دیتا توی اون یکی هارد بوده و دیتاهایی که توی یکی هارده دیگه به درد من نمیخوره، چون نصف دیگه‌شو ندارم، از بین رفت. پس اصلا من ریداندنسی نمیخوام. یعنی رید 0 الان اصلا ریداندنسی نداره، فالت تولرنس به هیچ وجه نداره رید 0، ولی پرفورمنس به شدت بالایی داره. شما فکر کنید که 100 مگ دیتا دارید، خب وقتی 100 مگ بیاد اینجا نصف میشه، 50 مگ اینور 50 مگ هم اینور، خب طبیعتا 50 مگ سریعتر از 100 مگ میتونه وارد هاردتون بشه. رید 1 میشه گفتش که هم پرفورمنس بالایی داره، هم ریداندنسی فوق العاده ای داره. از چه لحاظ؟ دیتاتون از این بالا داره وارد میشه، دیتاتون هر چی که بود در دیسک 0 ذخیره میشه، در دیسک 1 هم دقیقاً همون ذخیره میشه. دیتای شما اصطلاحاً یک کپی ازش گرفته میشه، یک کپیش در دیسک 0، یک کپیش در دیسک 1. اصطلاحاً بهش میرور هم میگن داخل شبکه. یعنی دیسک 0 آینه دیسک 0 یا دیسک 0 آینه دیسک 1. دقیقاً کپی هم دیگن. اگه دیسک 0 داون شد اشکال نداره، دیسک 1 مون هست، اطلاعاتش هست، هارد ریدو میذارم و دیتایی که در دیسک 1 بود وارد دیسک 0 میشه و دوباره میرر تشکیل میشه. ولی اگه دوتاشون داون شدن متاسفانه دیگه کاری نمیشه کرد و شاید بتونید بکاپ بگیرید که احتمالش خب خیلی کمه یا خیلی سخته. رید 5 قضیه رو خیلی برای ما قشنگتر میکنه. شما حداقل برای این رید نیاز به 3 تا دیسک دارید. خب الان شما از اینجا رو نگاه بکنید، کاری به این ور نداشته باشید، شما به 3 تا دیسک نیاز دارید. رید 5 میاد میگه که من این 3 تا دیسک شما رو دیتا ها رو درونشون میریزم، یه دیتا داخل دیسک 1، یه دیتا داخل دیسک 2 و ترکیب این دوتا رو درون دیسک 3 میفرستم و به این شکلی که من میتونم تا فیل شدن یکی از این هاردا بهت گارانتی بدم. یعنی اگه یکی از هاردای شما سوخت اشکال نداره، من با استفاده از دیسک 1، دیسک دوم و دیسک سومی که داشتم میتونم اون دیتاهای شما رو برگردونم و داشته باشم. ولی اگه 2 تا فیل بشن من متاسفانه کاری نمیتونم بکنم و دیتاهای شما از بین خواهد رفت. به صورت ریاضی بخوایم حساب بکنیم، رید 5 داره با ما میگه که A به علاوه B مساوی است با C. به C میگن پریتی. اصطلاحاً داخل رید 5 به C میگن پریتی. یعنی اینکه شما اگه 2 تا هارد داری، هارد سوم شما پریتی شماست. با استفاده از اون پریتی ترکیب دیتاهای هاردهایی هستن که تا به الان داشتید. حداقل 3 تا دیسک، بیشتر نمیتونه باشه. پس اینطوری شدش که ما داخل رید 5 پرفورمنس خوبی داریم، ریداندنسی خوبی هم داریم. اگه فقط یکی از اون هاردهای ما خب بسوزه، ما میتونیم با استفاده از 2 تای دیگه دیتاها رو برگردونیم. ولی اگه 2 تاش بسوزه دیگه متاسفانه کاری نمیشه و دیتاهای ما از بین رفته. ریداندنسیش که نه، پرفورمنسش نسبت به رید 0 خیلی کمتره، چون داره پریتی حساب میکنه. قراره که از 3 تا هارد یه ترکیب به دست بیاره، یه پریتی حساب بکنه، قراره یه معادله انجام بده. سر همون پرفورمنسش خیلی قوی نیست، سرعت خیلی پایین‌تری داره نسبت به رید 0. رید 0 واقعا سرعت فوق‌العاده‌ای داره، ولی رید 5 به خاطر قضیه پریتی سرعت پایینی داره. رید 6 چطور؟ فرض کن که شما حالا جای 3 تا دیسک 4 تا دیسک داری. میگی آقا من 4 تا دیسک دارم، الان باید چیکار کنم؟ خب الان میاد از رید 6 استفاده میکنید. حداقل به 4 تا دیسک نیاز دارید و خب طبیعتاً پریتی بیشتری قرار حساب بشه دیگه. اون لحظه 4 تا دیسک به حساب کردن پریتیش خب خیلی زمان بیشتری میبره. پس پرفورمنس پایینتری داره، سرعتش پایینه، کنده و شما میتونید در رید 6 تا 2 تا فیل شدن هارد رو انجام بدید. 2 تا فالت تولرنس میتونید داشته باشید. اگه 2 تا از هارداتون سوخت میتونید با استفاده از باقی اون هاردا و پریتیتون 2 تا هارد دیگر رو دیتاهاشون رو برگردونید. برای زمانی که دیگه باید خیلی بد شانس باشید درون شبکتون
تا بتونید دیتاتون رو برگردونید دیگه و 2 تا از هارداتون بسوزه همزمان. خب این شد از ریدهای مرسوم. 3 تا رید داریم که میشن ریدهای ترکیبی ما: رید 10، رید 50 و رید 60. رید 10 که بهش همون رید 1-0 میگن، رید 50 5-0، رید 60 رید 6-0 بهشون گفته میشه. اینا همشون ترکیبی هن. یعنی رید 10 ترکیب از رید 1 و رید 0، رید 50 ترکیب از رید 5 و رید 0، 60 هم همینطور ترکیب از رید 6 و رید 0. ببینید که دقیقاً چی کار میکنن. خب رید 10 رید 1-0 ترکیب از رید 1 و رید 0، یعنی ما هم ریداندنسی بالایی داریم هم پرفورمنس بالایی داریم. دیتای شما وقتی داره از این بالا وارد میشه، وقتی برسه اینجا رید 0، ریدهای ترکیبی از راست خونده میشن. این نکته مهمی، حتما بهش توجه کنید. یعنی اول رید 0 انجام میشه بعد رید 1. این نکته مهمیه، توی بحث رید میتونه کمکتون بکنه. پس اول رید 0 انجام میشه، یعنی دیتای شما میاد و خورد میشه. خب پس دیتای ما در هر صورت به 2 نیمه تقسیم میشه. یه نیمش میاد اینور، یه نیمش هم میاد اینور. در رید 10 شما حداقل به 4 تا دیسک نیاز دارید. این موضوع مهمیه. هزینه‌اش تا حدودی بالاست ولی خیلی‌ها دوستش دارن، چیز خوبیه. به رید 0 که برسه به 2 نیمه دیتای ما تقسیم میشه. یه نیمش میره داخل این 2 تا هارد، یه نیمش میره داخل این 2 تا هارد. یه نیمش که وارد این 2 تا هارد شد میرر میشن، رید 1 انجام میشه. نصفش هر چیزی که اینور ریخته شد اینور دقیقاً همون ریخته میشه. نیمه دیگه هم اومد اینور دوباره میرر انجام میشه. هر چقدر اینور اومد اینور دقیقاً همون میاد. از لحاظ ریداندنسی واقعاً عالیه. شما مثلا فکر کن که دیسک 0 اینور و دیسک 2 اینور، یعنی دقیقاً 2 تا هاردتون داون شد. شما دیسک 1 تون اینجا دارید، دیسک 3 تون هم اینجا دارید. خب میتونید دیتاهاتون رو برگردونید. ولی اگه مثلا 2 تا هارد اینجا از بین بره، خب طبیعتاً دیگه بد شانس بودید و دیتاهاتون از دست رفت. ولی شما میتونید که یه دیسکتون در این نیمه بسوزه، یه دیسکتون در این نیمه بسوزه. دوتاشون اگه در یه جا بسوزن خب دیتاهاتون از دست رفت. ولی اگه جدا باشن دیتاهاتون رو تونستید سیو بکنید و برگردونید. پس پرفورمنس بالا و ریداندنسی بالا. رید 50 و رید 60 هم به همین شیوه انجام میشن. همون رید 5 و رید 6 همونه، فقط اول رید 0 انجام میشه، خورد میشن. به تعداد هارد خیلی بیشتری نیاز دارید دوستان. به تعداد هارد زیادی نیاز دارید در رید 50 و رید 60. در رید 50 شما حداقل به 6 تا هارد نیاز دارید. پرفورمنستون تا حدودی میتونه پایین باشه، ولی حالا به خاطر وجود رید 0 میتونه پرفورمنستون رو تا حدودی ببره بالا. در رید 60 هم همینطور شما حداقل به 8 تا هارد نیاز دارید واقعا. 4 تا اینور 4 تا اونور، به خاطر وجود رید 0 چون داره خوردشون میکنه دیتاها رو. ولی خوبن. از رید 60 زیاد استفاده نمیشه به خاطر هزینه‌ای که داره و خب پرفورمنسش یه ذره پایینه. یعنی خود رید 6 میتونه پرفورمنس بهتری داشته باشه تا رید 0. این رید 0 تونسته تا حدودی پرفورمنسش رو برسونه به همون رید 6، ولی یه ذره باز پرفورمنسش پایین‌تره میشه گفت. پس این شکلی کار میکنه. دیتا از بالا وارد میشه در رید 50، رید 60 به همین شیوه است. دیتا از بالا وارد میشه، میرسه به رید 0، خورد میشه، یه نیمش میره داخل این 3 تا هارد، یه نیمش میره داخل این 3 تا هارد. رید 5 انجام میشه، پریتی انجام میشه. پریتی خب سرعت رو یه ذره میاره پایین و در این برام همینطور. در رید 60 هم همین شیوه. در رید 5 شما الان بخواید نگاه بکنید میتونید شما 2 تا فالت تولرنس داشته باشید. اگه یه دونه اینجا بسوزه این برام یه دونه بسوزه میتونید سیو بکنید دیتاهاتون رو. ولی اگه باز بشه 3 تا، یعنی 3 تا این ور مثلا یا 3 تا این ور، خب دیتاهاتون از بین رفت. در رید 60 هم شما جای 2 تا، شما در حالت عادی در رید 60 2 تا دارید. خب میتونید یه دونه دیگه هم بکنید. در رید 60 شما میتونید 3 تا فالت تولرنس داشته، یعنی جمعا 6 تا فالت تولرنس. 3 تا این ور، 3 تا این ور یا 3 تا این ور میتونه دیتاهای شما رو سیو بکنه. خب این شد از مکانیزم رید درون شبکه. اگه سوالی داشتید خوشحال میشم که درون کامنت ها بهتون جواب بدم و خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.